به دومین قسمت از سری ویدیو آیا میدانستید خوش اومدید. در این ویدیو از چنل دانستنیون قراره بپردازیم به آیا میدانستید های جالب و جذاب از موضوعات مختلف که با شنیدن و دونستنش قطعا تعجب میکنید. پس بی معطلی بریم سراغ ویدیومون. آیا میدانستید زنبور عسل 2 معده داره که یکی برای انبار کردن عسل و یکی دیگه برای غذاست؟ آیا میدانستید گربه در گوشش 32 عضله داره؟ آیا میدانستید خرس‌ها موجوداتی چپ دست هستن؟ آیا میدانستید خون میگوها آبی رنگه؟ آیا میدونستید مارها با زبان خودشون میشنون چرا که زبان اونا به امواج صوتی بسیار حساسه؟ آیا میدانستید زمان بارداری فیل 2 ساله؟ آیا میدانستید چشم شتر برای محفوظ ماندن در برابر شنهای صحرا 3 پلک داره؟ آیا میدانستید که فقط قورباغه‌های نر قورقور میکنن؟ آیا میدانستید با لایک کردن این ویدیو از چنل دانستنیون حمایت میکنید؟ آیا میدانستید سریع ترین عضله بدن انسان زبانه؟ آیا میدانستید لایه پوستی که آرنج رو پوشونده هر 10 روز یک بار عوض میشه؟ آیا میدانستید زنی که به کوررنگی مبتلا باشه فرزندان پسرش کوررنگ میشن؟ آیا میدانستید خون بدن ما به دلیل وجود آهن سرخ رنگه؟ آیا میدانستید 2/3 اطلاعات مغز از بیناییه؟ آیا میدانستید وزن جگر انسان حدود 1/3 کیلوگرمه و بزرگترین غده در بدنه؟ آیا میدانستید بدن ما 50,000 کیلومتر رشته عصبی داره؟ آیا میدانستید که فاصله بین مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پایه؟ آیا میدانستید با سابسکرایب کردن چنل دانستنیون به دنیایی از دانستنی ها دست پیدا میکنید؟ آیا میدانستید در سال 1980 بوتان تنها کشور جهان بود که تلفن نداشت؟ آیا میدانستید در برج ایفل 2.5 میلیون پیچ به کار رفته و 1792 تا هم پله داره؟ آیا میدانستید فنلاند از 179,585 جزیره تشکیل شده؟ آیا میدانستید یکی از رودهای کامبوج که تونله ساپ نام داره 6 ماه سال از شمال به جنوب و 6 ماه دیگه هم از جنوب به شمال جریان داره؟ آیا میدانستید 2/3 آدمربایی‌های جهان در کلمبیا رخ میده؟ آیا میدانستید سطح شهر مکزیکو سیتی سالانه 25 سانتی متر نشست میکنه؟ آیا میدانستید سرود اصلی کشور یونان متشکل از 158 بیته؟ آیا میدانستید ادیسون با 1094 اختراع رکورددار اختراعات جهانه؟ آیا میدانستید کوههای آلپ در سال حدود 1 سانتی متر بلندتر میشن؟ آیا میدانستید 85% گیاهان در اقیانوس ها رشد میکنن؟ آیا میدانستید نور خورشید فقط تا عمق 400 متری آب دریا نفوذ میکنه؟ آیا میدانستید سیاره مشتری به قدری بزرگه که 1300 تا کره زمین در اون جای میگیره؟ آیا میدونستید 1 میلیون کره به اندازه کره زمین در خورشید جای میگیره؟ و این بود دومین قسمت از سری ویدیو آیا میدانستید ها از چنل دانستنیون. برای دیدن قسمت یکم فقط کافیه چنل دانستنیون رو سابسکرایب کنید تا به دنیایی از دانستنی ها دست پیدا کنید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.